خب تیپ 2 توپی از ارتفاع 36 متری رها شده و پس از هر بار برخورد به زمین ثلث ارتفاع قبلی خود را بالا میره. این توپ تا برخورد سوم چه مسافتی را طی میکند؟ خب ما فرض میکنیم که توپ ما در این نقطه قرار داشته باشه. این نقطه من میدونم که ارتفاع چند متری هست؟ ارتفاع 36 متریه. وقتی که رها میشه، یعنی اولین برخوردش رو با زمین طی میکنه، گفته که ثلثش رو برگرده بالا. بچا توی این سوال، توی این تیپ سوال ما باید یه فلش بک بزنیم به کلاس ششم، پنجم، چهارم، به دوران ابتدایی. یک سری نسبت ها ما داشتیم: نصف، ثلث، ربع و خمس، که این میشد 1/2، این میشد 1/3، 1/4 و 1/5. وقتی میگه ثلثش رو، یعنی بیا 36 رو تقسیم بر 3 کن. خب 36 تقسیم بر 3 میشه چند؟ آها بله، باریکلا، 12. پس 12 متر برمیگرده بالا. خب بچا این ارتفاعی که میره بالا رو دوباره توپ برمیگرده پایین دیگه. این توپی که من دارم میخوره زمین، برمیگرده بالا. شعر معروف یاد توپ دارم قلقلیه. خب آها توپمون هم نزدیک بیفته. خب پس 12 متر برمیگرده پایین، دوباره برخورد با زمین ثلث رو برگرده بالا، 4 متر برگرده بالا. 12 تقسیم بر 3 میشه 4. به خاطر همین گفتم 4. ثلث 12 میشه 4. 4 متری که رفته بالا باید برگرده پایین. خب اینم از 4 متر و در نهایت مجموع مسافت هایی که طی کرده میشه جواب سوال ما. بله، 36 به اضافه 12 به اضافه 12 به اضافه 4 به اضافه 4. خب این 36، اینم 36، 72، اونم 80 و در مجموع 80 متر طی میکند. خب آقا برای اینکه بتونی این سوال رو خوب یاد بگیری، همین سوال رو شما به جای ثلث با نصف حل کن. خب